سلام، من دکتر یزدانیاز هستم. امروزه در رابطه با درمان افسردگی همه از قارچ جادویی صحبت میکنن، ولی من صحبتم راجع به ایبوگین. ایبوگین از درخت ایبوگا در کشور کامرون گرفته می شود. 7 سال باید بگذرد تا ریشه این درخت دارای ماده به نام ایبوگین بشه. کل این ریشه و این ایبوگین 100 آلکالوید دیگر مثل کوروناریدین، وکانژین و غیره دارند که میزان بسیار بالایی سروتونین در ریشه ایبوگین وجود دارد و در واقع افرادی که با قارچ جادویی به درمان افسردگی جواب نمیدهند، ما میکرودوزینگ ایبوگین به اینها میدهیم برای درمان افسردگی یا توأم میدهیم که سریعتر اثر بکنه. ایبوگین علاوه بر این که میتونه در درمان افسردگی، در درمان اعتیاد به هروئین و مواد مخدر افیونی 100% و در مواد که آمفتامینی هستند در درمانشان 75% و همینطور در درمان کانابیس یا مخدر گل یا مدیکال ماریجوانا میتونه موثر باشد. یعنی علاوه بر این که این دارو در درمان بسیاری از اعتیادها میتواند کمک کننده باشد، پتانسیش نسبت به قارچ برای درمان افسردگی 10 برابر بیشتر هست و ما حتی ماده‌ای داریم به نام قارچ تلخ که میایم 100 میلی گرم از ایبوگین و 100 میلی گرم از قارچ رو میدیم و مریض ظرف مدت کمتر از 48 ساعت اون افسردگیش از بین میره. چرا که قارچ یک مقدار میاد سروتونین را وارد مغز میکند، به طور ساده میگویم، ولی ایبوگین هم پتانسین رو دارد که کار قارچ رو تقویت کند، هم پر از ماده 5HT هست که خود همون سروتونینه و میتونه به سرعت مریض جواب بگیرد. ممنون، متشکرم.